بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم، نه داده رسید شر نیست این گپا رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تای خواه تقایی تای خواه همسایی تای شدم میگره و این شر نیست نام امام گرفتم چم. بچه خوب بدای طالب علم بدای نه طالب علم ها تام الله میشن که خونیجگر میشن تشویش میشن. بابا جان بعضی جاها دا شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد و فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سبب آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکنن از میشد شاید به خاطر این کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوز. چی خوب او این مار از کجا که براد کوشش میشه ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاه، مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیدن. بعد تماشا کرده میسیش یا از سنگی دست رو زن وقتی که کشتی خاطر جمع میشه به حضور درو کردن میگیری، اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتم نه بچه های کش رو از دشمن حذر گفتیم و این مار دشمن از مار و کژدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندی شب که یک مار یا کژدم پیدا شد در حالا یکم سنگای یگان جای در تار سری دو تزمره با نماز خواندن گیر کلید نکن نماز تا. خب این بچه خوب بوده یگم چند این 16 سوال نوشته این همین وقتی ما رو تا شب هم میگیر غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم چون خون که بنواد طهارت میشه کنه با اون دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخوان. بابا جان بالای گوسفند سوار شویم مثل خر و اسب درست است؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است و قوطاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست، گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال این حدیث صحیح است به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدن خوب نیست. میچم هر مخلوق خداوند برای یک چیز آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت شن به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است. او هیچ کراهت نداره. که خان گفتن بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آبازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین جایی که قطعی زند آبازی کنی حمام درام بدی هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چارگویی خواندن شر نیست. میچم نویت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدونه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام با نیتی آبازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم همسرم که علاقه جنسی کنم خیزم آبازی کنم از جنابت پا، همین خودش نیته میشم. کمپیر قدیم درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سر تا بریز آمدن گیر. ها بچی خوش رو